در ناحیه رشت جوان 25 ساله یک واقعه خیلی بد که زمین شاید در اون حالت به این جوان لعنت گفتگی است، آسمان لعنتش گفتگی است. مادر می‌دراید، مادر این جوان داخل می شود در یک خانه خلوت. همین جوان با یعنی خودش زنا کرده است. از غایبی برادرش که در رسته سفری کاری رفته است از اون استفاده بود که نبودنش با یعنی خودش این علاقه حرام میکنه. مادر داخل می شود، سیاست و جنجالش میکنه، حتی تهدیدش میکنه با پلیس گپ میکنه. چی بد اخلاقی در خانه مونده. برادران گرامی، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایاکم والدخول علی النساء، زن نامحرم در یک جا تنهاست، حقی در آمدن پیامبر به حکمت نگفتن، خودمان دانا گرفته. اصحاب پرسیدن افرأیتم الحمر یا رسول الله، پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر ینگم در خانه باشد من میتوانم تنها نزدش دارم؟ رسول الله گفتن الحمر الموت، فتنه که خلوت کردن حیوان با کینان دارد از مرگ هم بدتر است. چرا نصیحت پیامبر را نمیگیری؟ امروز چی فساده شد؟ عاقبت چی شد؟ عاقبت این زنای حرام پلید چی شد؟ مادر حجره می‌دراید، حجره خواب خودش وقتی آفتاب گرمی شاید می‌خواهد عصبش کمتر آرام شود، دوباره این ینگش میآید میگه که اکنون این اوچت فهمی ولی برادر میگه شوهری من قدر مادری من میگه همسایه هم بحالا میدونم شرمنده ایم میگه من کجا میرم؟ یک راه هست فقط، آره مادر فقط میداند این را بیاد از بین بره دیگه هیچ کس نمیداند، خود ما میدونیم خلاص رجوع کرد الله نمیداند. خوب در فتنه این زن گرفتار شد، ینگش آمد مادرش در حجره است، نزد فرزند خیلی شاید پشیمان شده است، بچه‌ام به عقلی کرده است، بچه جان آمودی نگاه کرد اون مادری که 25 سال پیش شورای تو را به دنیا آوردن، شاید زمینای رشت به دستش جمع کرده بود، درد کرده بود به دنیا آوردن، دردمند شد تمام بدن او. با یک تخته میگذد برخی سری مادر میزند، مادر در زمین میغلطد و این جانش میگوید. حمام دو بردو میپرناید داده جوان میکنه که مادرم سکته دیدش گریفته در گرمی طاقت کردن نتانیست، در حمام غلطی دیو وفات کرده است. او مردم باور میکنن، او رجوعش میکنن. 16 روز پس الحمدلله با خدمتی وزارت کارهای داخلی دستگیر شد. همین چون این فرزند آقی مادری که 2 سال در شیر داد، شیر مکیدنش برآمدنش آسان نیست، تو جانش که برابر بدنش میکشید دیگه. تو بیمار میشدی اون دعای بدن نمیکرد، برعکس میگو ای الله پروردگار فرزند من شفا ده. اگر فرزند دیوانه باشد، پرهیز باشد، باور کن من مادر را ندیدم که همین بوده در بسایی خانه فرق باید. همسایه داشتیم عقلی بوده که شده که 18 ساله 20 ساله قرآن نش میگرد، نصیحت کردن همسایه که با هم یک خانه بسایی با برتشافی در اینجا قریان میگرد، این مرده که کنان شده گریه میکرد او چیه دیدو بشه بچه بوده در اونجا. اما دست این فرزند قتل میرسد. چون انسان ها سبب قتل مادر، سبب حشر بهش براش محکم شدن، در حال دوزخ آبدارش کشانده شدن، غضب خدا، لعنت خدا، با عذاب قبر دنیا گرفتار شدن. آقی پدر و مادر در دنیا زندگی خوب نداره. فکر نکنی جوانی تمکه جوانی بمانه، حالی پیر میشی، حالی قوای جوانی دایما میره، گردنهای غفظ و پر روز خراب میشوند، روز بچه ها کنام میشوند. من نمی رنجیدن این پدر و مادر فرزند و دشمن میشوند، هم در دنیا هم در قبر هم در قیامت عذاب می‌بینند. که انسانی که مادرش ایوان دیده است، لیکن مادر قدر شخصیت بزرگ است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند رضایی الله
خوشنودی پروردگار که همه ما جمع آمده ساعتهای شب ما خواب نمیکنه الله ما راضی باشد جنت رو الجنت تحت اقدام انا به جنت سیری پای بودن خداست جنت محکم در اون شد سبب چی شد برادران گرامی سبب زنا و فریب و حرام عاقبت زنا آدم کشی مادر کشی آقی مادر رفتون باشه کوچی خیلی چند سال پیش در همی شهری کتاب یک جوانی از دفتره که 40 پارچه در کشت وقتی که پرسیدمش چرا این قدر باقدر کشتی گفت من با این معشوقم بود همه حرامی میکردیم روز بیمار شد و وقت تشخیص خون کردم خون مسپاریدم و بیماری سرایت کننده اسپید مبتلا شدم خاطر همه که این اسپید به دست من گذرانده است خرم کرد شما کدی زینا بکنی با هم توضوط بگردی سلامت میمونی خدا میگه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا زنا عاقبتش همیشه شرمندگی زنا عاقبتش واقع موضوع پدر شدن است زنا عاقبتش حرامی‌های بسیار در حرامی خانه است در یتیم خانه و صغیر خانه است عاقبت چیزی خدا من کرده ما او را نادیده گرفتیم انجام داده و باید اصل بابای سر اگر ما گفتم روز اسپیدم تا اومد یافتیم خدا یک بیماری دیگه که میمونه رو با 50 سال دیگه او سرگردان میشه برا برای میخاطر هر چیزی که الله من کرده سیوم آن نفر این شب براش شب خیلی هم رحمت الله نیست مغفرت خدا نیست خاطر الرحیم نفری که با پیشش خالی است خالی باشه زنشون بزنید حضور خواهی کنید دردن شیطان شکنید متکبری رو بردارید سخن پیغمبر بگیرید اطاعت پیغمبر کنید لا يدخل الجنة قاطع الرحیم جنت نمیدارد کسی با پیشش خالی است حدیثی امام بخاری است از اون برادران گرامی خدا ثروتتان داده است هیچ گپ ندارد $1000 کمایده کنید یک خمچه آرد 5 لیتر روغن 5 کیلو شکر خودی هر یکیشی بخوری کمالات و بودتی پیش است این جوان مردی است خالی شدن و کشگرداندن و با آنها معامله نکردن این مسلمانی جوان مردی نیست چهارم گفت شخصی است که با برادر مسلمان زیاده از 3 شب امروز است که گپ نمیزند هر نفری که زیاده از 3 شب امروز با یک برادرش قهری است با همین قهرگی از دنیا میگذرد ابن عباس در روایت ترمذی به رسول اکرم صلی الله علیه و نسبت دادن گفتن فهو فی النار پس او داخل جهنم میشه الله میگه دعا باشید که واقعا این شب برای همه ما و شما شب قدر دارد برای تمام مسلمانای کره زمین شب قدر دارد شب ظفرمند و غالبیت و عزت و دستبلندی مسلمان علیه دشمنانش قرار دهد پروردگار متعال این برادرانی که در این جمع شدن ما و شما سبب شدند الله هدایت کامل نصیبشان گرداند هر آفات و بلیاتی که به سوی اینها بخواهد اگر آمدنی الله برطرفش کند الله ذوالجلال مهر و محبت قرآن خدا و رسول در قلب‌های ما و شما زن فرزندان جای بدهد الله مهربان بیماران امت اسلام و شفای کامل عاجل به توفیق و هدایت پروردگار به فرزندان فرزند صالح برای کسانی که شاید امروز تا امروز نمیدانستند چه جنایت بزرگ نا احترامی نسبت پدر و مادر است خدای توفیق احترام پدر و مادر نصیب شان گرداند و صلی الله علی رسولنا محمد علیه